سلام، اسم من رابرته و این جاستین و جسپرن که توی این ماجراجویی همراهمن. بگذارید قصه‌شو خلاصه تعریف کنم. من توی یک یتیمخونه بزرگ جنوب برندنبرگ بزرگ شدم و زیاد با دنیای بیرون ارتباط نداشتم. ولی جنوب یتیمخونه تو جنگل کنار دریاچه کلبه متروکه بود همیشه که آرزو داشتم بیام اینجا و خونه خودم و یه مزرعه خیلی خوشگل توش بسازم. الان سال هاست که حتی یتیمخونه هم دیگه متروکه شده. دنیای اون بیرون در حال فروپاشیه و برای منی که کسی رو ندارم یه ماجراجویی جدیده. فرصتی که رویاهامو به واقعیت تبدیل کنم. سالها در موردش خیال پردازی کردم. تمام جزئیاتش رو بارها مرور کردم. و البته هدفم اینه که زنده بمونم. ولی اینجا با مزرعه رویایی خیلی فاصله داره، خیلی کار داره. خب همونطور که گفتم اسم من رابرته. من اضافه وزن دارم چون متابولیسمم پایینه، خیلی راحت مریض میشم و دیر خوب میشم. و مهمتر از همه معده‌م ضعیف و اهل مطالعه نیستم، اما خیلی اهل طبیعت، نجاری، آشپزی و هر چی که بخواد منو تو طبیعت زنده نگه داره هستم و با استعدادم. قبل از اینکه به کلبه برم یه سر به مغازه لوازم کمپ زدم و یه سری مجله و تبر کوچیک و چاقو و جعبه کمک‌های اولیه و شمع و فانوس و یه کوله قرض گرفتم و البته کفش کوهنوردی. اوضاع این بیرون ثانیه به ثانیه بدتر میشه. برام یه اسلحه شکاری و چند تا گلوله برداشتم که از پس خودم بر بیام. توی ماجراجویی تنها نیستم. جاستین یه ژرمن شپرد 8 ماهه نره که از بچگی خودم بزرگش کردم، همراهمه، و جسپر یه اسپلیون نر که تو مسیر اینجا تو جاده پیداش کردم. نه زین داشت نه پالون، البته اشکال نداره، خودم بعداً میسازم براش. خب گندش بزنم از اون چیزی که یادمه اوضاع خرابتره. البته خوبه که در و پنجرش هنوز سر جاشه. خب برای تبدیل کردن اینجا به اون چیز آرمانی که تو ذهنمه، اول باید اینجا رو به یک حد اقلی برای زنده موندن برسونم. مواد غذایی خودم، 2 تا شکم گرسنه دیگه از شکار، کشاورزی، طبیعت گردی به دست میاد. به یتیمخونه هم سر میزنم، یه سری چیزای مورد نیازم مثل وسایل دکور و اینجور چیزا رو از اونجا برمیدارم و بقیه‌اش به خلاقیت و شانس من بستگی داره. همراه من باشید. خب اول میریم سراغ خالی کردن وسایلی که همراه خودمون از کمپ مغازه لوازم جنگل آورده بودیم. مغازه کمپ فروشی، مغازه لوازم کمپ. anyway توی اون رودوشی از یه جای اسلحه گلوله تفنگ شکاری هست با گلوله. میگیریمش میذاریم رو کابینت. اینجا باید آشغالاشو جمع کنیم، پر آشغال کف زمین. وسایلی که داخل همراهمه رو خالی میکنم، یه سری هم اینجا، اینا رو خالی میکنم، اینجا میذارم جای لباسام باشه. اون ور دیگه چی هست؟ پلاستیک بگ و خب یه سری فندک و یه سری چیز میز هست داخل هنوز کابینت ها و میشه ازش استفاده کرد. اینجا هم نمتر اکسیژن تانک. اوکیه. یه دونم فرج در واقع برقی هست که خب نمیشه ازش استفاده کرد. بعدم باید برش داریم. کتابایی که باید بخونم فعلا همراهمه رو میذارم اینجا روی میز. وسایلی که جمع کردم، چراغ قوه و قمقمه و جعبه کمک‌های اولیه و یه سری مجله ها رو میذارم روی میز. شروع میکنم جمع کردن آشغال. جدا از بحث جمع کردن آشغالای خونه که یه خورده الان شیپ بهتری پیدا کرده، 2-3 جا کفش رو هم باید تعمیر کنم که اون خودش بازی داستان دیگری است و کفش رو باید تمیز کنم. یعنی این کارهایی که باید انجام بدیم. اینجا سرویسشه، یه دستشویی قدیمی چوبی اونور داره، یه کابینت که بلیچ داریم 1 لیتر، خیلی خوبه برای تمیز کردن خونه، میشه ازش استفاده کرد. جاستین هم موضوعش ردیفه. وسایل توی کیفو خالی میکنیم، کیفو میندازیم رو دوشمون که بریم یه سری کارا برسیم. کیفو خالیش کردیم، سوار اسبمون میشیم و دکممون رو میزنیم به سمت یتیمخونه. ولی قبلش برمیگردیم آخر شب. آخر شب حرکت کردن مثلا تو یتیمخونه‌ای که ممکنه پر زامبی باشه و ممکنه برقش قطع باشه، ریسک بزرگی. میریم یه خورده استراحت میکنیم و صبح وقتی هوا روشن شد حرکت میکنیم به سمت یتیمخونه. چطوری جاستین چک میکنیم ببینیم اوضاعش چجوره و گوشنش نباشه. یه خورده آب و غذاشو چک میکنیم ببینیم که نه نیاز داره به غذا بهش میدیم و آب بهش میدیم و میریم سمت یتیمخونه. اون یتیمخونه که میگم خیلی فضاش بزرگه. تو اول ویدیو که دیدید با از پرسری میریم اونجا یه سری لوازم خونمون و یه سری ابزار، حالا هر چی لوت پیدا کردیم که یه بخشی غذا فکر نکنم چیزی بهش پیدا کرد چون متروکه است آلردی. یعنی اینجا قبل فروپاشی، چند سال قبل فروپاشی خودش از بین رفته بوده. راه نسبتا طولانیه، با اسب زیاد مشکلی نداره. هر آنچه بتونیم پیدا کنیم. مثلا چی؟ مثلا بالش نیاز داریم، چکش نیاز داریم، استون همر مخصوصا که بتونیم با سنگ و اینا کار کنیم. یه سری ابزارهای ابتدایی اگر پیدا کنیم خوبه، چون چاقو گرفتیم، تبر گرفتیم از اونجایی که اول پیداش کرده بودیم. اسب وقتی پا
زین نداشته باشه و در واقع پالون نداشته باشه بدنتون درد میگیره، پین بهتون دست میده وقتی میشینید روش، طبیعی هم هست. خب یتیم خونه لعنتی. من اینجا بودم تا 18 سالگی اینجا بودم. خب البته خیلی ساله که از اون سالها میگذره و اینجا تقریبا از بین رفته کامل. خب البته یه سری کارمند و اینا فکر کنم داشت. بریم ببینیم کدوم از کارمندا هنوز سر شیفتشونن. یا الله، سلام، هلو، منم رابرت. اوه چی گندی خورده به اینجا. خب بذار این اتاقا رو دونه دونه بریم بگردیم. میرفندرسکی. خب اتاقا رو دونه دونه میریم میگردیم که فضاش خیلی بزرگه. میخوام به ترتیب از یه گوشه شروع کنم به تو. در کنار بازه دیگه، عجب احمقیه. خب اینجا داخل میزان پیدا کردن لوت خیلی کمه. اسلج همر هد پیدا میکنیم ولی کلا میزان پیدا کردن لوت، احتمال پیدا کردن لوت خیلی توی این بازی حالا بریم جلو متوجه میشید. قشنگ خیلی لوت کم چیز میشه که روی خودمون، رو پای خودمون در واقع وایسیم. خب ساعت نداشتیم، از الان به بعد میدونیم چند 7:40 دقیقه. یکم هم دیرتر شروع میشه بازی. حالت عادی رو برج 7 شروع میشه ولی ما 3 ماه دیرتر بازی رو شروع میکنیم که زودتر به زمستون برسیم و چالش زمستون گذروندن زمستون رو تو بازی سریعتر بفهمیم. خب این گوشه رو که گشتیم، بریم اینورم فعلا خبری نیست. صدای زامبی رو میشنوم ولی اتاق به اتاق میریم میگردیم همه جا رو. خیلی خب این کاپر رو برمیدارم اگه شد برای جاستین توش آب بریزم یا غذا مثلا اینجور چیزا. نه به دردمون نمیخوره. موش مرده. دیدید لوت خیلی کمه. میریم طبقه بالا این ورشو بگردیم. این ور یه اتاق کوچیک مدیریتی، اون ور یه اتاق درمانگاه طور بود. اینجا ساختمون اصلی یتیم خونه است. مدیریت تو اینجور چیزا اتفاق میفته. خوابگاه بچه‌ها یه سری بالا بود، یه سری اون ور اون ساختمون اون ور یتیم خونه بود. خب کابینت‌ها خالی جز یه سری کنسروای خورده شده قدیمی که اونا والا بعداً میام جمعشون میکنم. بطریای این آب سردکن‌ها رو برمی‌دارم چون هر کدوم 20 لیتر آب جا میشه. خب میتونیم پر آبشون کنیم بعداً برای زمانی که آب قطع شد تا یه مدت که بتوانیم برای خودمون درین کالکتر در واقع جمع کنیم میذاریم اینا رو. از آب اینا استفاده میکنیم که از بین نریم. یه دونه سوئدر پیدا کردم با صدای زامبی میشه ابوالفضل. خب ایزی چانس ماما یار بود. بزنید به چاک. کلام هم افتاد. بیاید پایین روح چون پله دیگه، از پله این کار زشته. سرم داشتیم. خب زامبیا رو میکشیم بیرون و میزنیمشون. زامبیا رو میکشیم دونه دونه و بعدن تمام لباسا اینا رو میایم جمع میکنیم. الان فعلا فقط میکشیمشون، بعدن کل چیزو پاکسازی کنیم، کلا دستمون بیاد چه چیزایی داریم و چه ابزاری در واقع در اختیارمونه. یکی از کاربردهای یتیم خونه اینه که بیایم اینجا و فرنیچر برداریم برای دیزاین کردن خونه خودمون و هر چیزی که اینجا نیاز داریم، میز، ساعت، کابینت، تابلو، پیانو، هر چیزی این شکلی میتونیم بیایم از اینجا برداریم و خونمون رو از اون حالت کذاییش خارج کنیم و یه فضای خیلی بامزه و قشنگی بهش بدیم. این کار میتونیم انجام بدیم. برای اون خونه کلی برنامه دارم هنوز. خب این اتاق اینجا کتابخونه بود و الان نه کتاب توش هست. یه بطری آب پیدا میکنم، بطری آبارم برمیدارم. خب هیچی، یه نخ، بازم آقا دست شما درد نکنه، و رولینگ پیپر اینم برمیدارم. الان فکر نکنم به کارم بیاد ولی هرچی در میارم. میریم سمت اتاق پیانو خوشگل ما. خب اینجا ما کلاس پیانو میومدیم و پیانو رو من اینجا یاد گرفتم. حالا بعدم براتون پیانو میزنم. مثلا تم این بازی هم برخلاف پلی تروی قبلی پیانوه. پلی تروی قبلی گیتار بود اگه یادتون باشه و لستافاس بود. این پیانوه و لورد آف درینگ توره همه چی. خب این بطری آبم میارم پایین تا حالا 60 لیتر آب. 60 لیتر آب اوکیه. بازم اگه اجازه پیدا کنم برش میدارم. تو آتشخالا میگردم. به من این بیل پیدا کردم تو آتشخالا خیلی همه جا رو بگردید. حتی میگم بسته به پلی تروتون داره. تو این پلی ترو ما دیگه از هیچ چی نمیتونیم بگذریم چون خیلی اوضاع ممکنه خیت باشه. هیچ کنسروی نداریم. عملاً هیچ کنسروی وجود نداره که ما رو تا یه جایی از بازی ببره جلو. با فورجینگ و هر چیزی که پیدا کنیم در واقع. یه دونه دیگه هم اینجاست که اینم بعدا میام برش میدارم.
پن اوکی، پن برمیدارم پنو که بعدا تو مپ بتونیم این سری چیزا بذاریم، جای ترپامونو مثلا مشخص کنیم. ریک برمیدارم، هانتینگ وست برمیدارم چون خیلی زود زمستون میشه و همین الان هوا داره کم کم سرد میشه، برای همین هر چیزی که بتونم ورش دارم و به درد زمستونم بخوره رو برمیدارم. خب لید پایپ، لوله و اسفنج رو برمیدارم، اینا که همه استیل. ییست رو برمیدارم، بوچرینگ، کتاب قصابی، کتابا رو که همه کتاب مجله هر چی دارم رد خوردن. او بیسبال بت، چوب بیسبال دیگه واقعا وپن فیوریت خیلی هست. آهنی اگر بود بهتر، ولی خب باز چوبیش هم بهتره. ریزر چیکار میکنه؟ نمیذاره ریشتون قد خروار بره بالا. ریش موتون رو میتونید از ته بتراشید. حالا واسه مو شاید نه، ولی واسه ریشتون چیزون. اسب ما کجا رفت؟ دیگه سنگین شدیم. یه سر الو اسب ما کجا رفت آقا؟ سلطان داداش سنگینم از وسایل رجوع. اینجا اومده. خب برمیگردیم یه سر کلبه که اینا رو خالی کنیم، دوباره برگردیم. یه ساختمون بزرگ و یه گلخونه بزرگ و یه انباری کوچولو هم پشت ساختمون مرکزی بود. وسایل رو بیارم خالی کنم، تو هم اینجا وایسا یه آبی بزن، تنت بزن یه آبی بخور. بعدن میتونیم برای اسبمون سدل بگ و سدل، در واقع زین و اون کیف پشت زین میذارن که وسیله توش میذارن رو میشود گذاشت. برای سگم میشه سدل بگ درست کرد، یعنی کیف رو دوشش یه سری وسایل رو همراه سگتون بیاریم. برای باروری اینا خیلی به درد میخورن در آینده. فعلا ولی نه سدل بگ این داره نه اون داره. حتی فکر کنم برای سگمون سدل بگ پیدا کرده بودم اونجا، آورده بودم با خودم، ولی اینجا رو نمیدونم اینجا رو پیدا کردم یا نه، ولی یادمه که اونجا رو داخل خود چیز پیدا کرده بودم، داخل چی. خب ترپ رو باید چیز کنیم، هنوز رسیپیاشو بلد نیستیم. یه سری مجله داریم، اگه تو مجله نبود فکر کنم برانچ و اینا رو رسیپی سرچ کنید بتونید ترپ رو پیدا کنید که بتونید ترپ ریسرچ کنید که بتونید ترپ بسازید. در واقع چون ترپ نتونیم بسازیم خیلی کلامون پس مرک است. ترپ خیلی مهمه چون هم چرممون از ترپ به دست میاد هم غذامون تا یه مدت. مزرعه خرگوش اون چنینی درست نمی کنم احتمال زیاد که مثلا 100 تا خرگوش نگه دارم مثلا چیز کنم، احتمالاً نگه نمیدارم. حالا نمیدونم، بریم پلی ترو بریم جلو. میخوایم مزرعه خوشگل بسازم، احتمالاً یه جایی از بازی صرفاً فقط میریم یه سری حیوانات رو پیدا میکنیم از مزرعه‌های دور با همین اسبمون که کالکشن مزرعه‌مون کامل بشه، نه حالا چیز خاصی. اینجا هم گل از رو زمین، بعدن این گله رو میتونیم تبدیلش کنیم به سفال و یه سری وسایل خودمون رو بسازیم، خیلی خوبه. و سنگم تو راه یه عالمه سنگ دیدم که میشه این سنگا رو بعدن جمع کرد و در واقع تبر و اینجور چیزا ساخت برای خودمون. این دو گزینه چیزایی بود که من تو راه بهش دقت کرده بودم و خیلی خوبه. اینجا میز بیلیارد، بذار از این ور بریم داخل. هنوز آشپزخونه اون ور بالا رو نگشتم، یعنی بخشی از همین ساختمون خالی اینجاشو نگشتم بگردم. این اتاق زامبی تو تاریکی چی کار میکردی؟ تو بیا بیرون دیگه، بمیر دیگه. خب زامبیه رو میزنیم میندازیمش بمیر دیگه. میریم همه چی رو این تو تاریکی میگردیم. فلور آرت به درد میخورد. اسکرپ الکترونیک رو بر میدارم چون آب و برقمون قطع میشه، ماشین اینا به دردمون نمیخوره. نهایتاً این جریان آبی داشته باشیم، برق نداریم. مثلا این قضیه برق کنسله چون طبقه بالاش من چیز دیده بودم، فریزر دیده بودم. میسن چیزل به درد میخوره برای سنگکاریمون خوبه. کن اوپنری که از یوزلس ترین هاست فکر کنم تو این پلی رو عملا به درد ما نمیخوره. خب میمیرید سلطان. خب این از این چی نداره. میریم اونجا رو میگردیم. داکت تیپ و گاربیج بگ که خب میتونیم باش از این ظرفای جمع‌آوری آب بسازیم که خیلی خوبه. هر چی هست مفید میتوانیم برداریم و برمیداریم. زامبیا رو شتک میکنیم که بریم ساختمون اونوریه رو بگردیم. بمیر. خب اینم چیزی نداره. میریم سراغ ساختمون خوابگاه. در واقع خوابگاه این پشت. اوه چی گندی خورده اینجا چی درخت مرخ نبودا. همه تو این مدت درخت‌ها بزرگ شد و این علف‌ها در اومد و اصلا گندش زده قشنگ. خب یه آشپزخونه اینجا داشت یادش بخیر من غذا میگرفتم برای بچه‌ها. تیشو نه هیچی هم توش نیست. استرلایز واتر اوکی. پول بالو بر میدارم در جاستین.
کامرا رو برمی‌دارم، اسمال پانچ هم برمی‌دارم. اینا چیزایی که به دردمون می‌خورین. یه تیکه از این شکلات‌های خوش بود اینو می‌خوریم. پایپ رنچ پیدا می‌کنیم. دست خوش. پایپ رنچ خیلی کاربردیه برای وصل کردن آب و لوله کشی آبامون به درد می‌خوره. فایروود و نمیدونم اسپاتولا و اینا رو و هند فورک رو برای غذا برمی‌دارم. کیله که سوخته هیچی. اسکرو درایور، چارسو پیدا می‌کنیم که خیلی خوبه. چارسو خیلی فوق‌العاده است پیدا کردنش. میریم طبقه بالا رو میگردیم. طبقه بالا متاسفانه پنجره کمتر داره و خیلی تاریکه. اولین درای این ورشو باز میکنیم که نور بیاد. خب این توه فکر کنم دیگه. سلام علیک. حواسم بود ولی حواستون نباشه ایزی میتونه پلیتروتون رو تموم کنه. یه دونه زامبی اینجوری پشت در. گلاو بر میدارم به درد میخوره. مدیکال شیرز هم بر میدارم. قیچی پزشکی. توت پیس هم بر. گلو کسب به درد میخوره. دست خوش. خب تک تک این اتاقای آخرین هم میگردیم و اینم بعدم میام میبرم اینجا. لباسای کثیف و اینا با مزه است. مانی باندل. خب زامبیای فضای اصلی خوابگاه هم میکشیم که بریم سراغ ساختمون گلخونه پاتوق من بود. یعنی من وقتی اینجا بودم یه سره تو گلخونه بودم، یا تو گلخونه بودم یا میزدیم به چاک از جنگل میرفتیم سمت همین کلبه‌ای که الان توشم. خیلی باحال بود. همه چی میکاشتیم و در میومد. البته اصل محصولاتی که برای غذا استفاده میکردیم و میخریدن میآوردن اینجا. یعنی اینجا همه نبود که خود کفا باشه. مزاحم حرف زدن من نشو. ولی کدو یعنی ناخوای بلومینگ پامکین اینجا همه رسیده است. خیلی جالبه که هنوز مونده. کلمپیچ کدو تنبل و سیر، سویت پوتیتو سیب زمینی شیرین به علاوه دونه هاشون. این آخری هم فکر کنم لوبیا سبز باشه. اون آخریه فکر کنم لوبیا سبز باشه احتمالا خیلی زیاد. آره گرین پیز. لوبیا سبز هم چند تا رسیده. این خیلی خوبه. میگیریم اینا رو میتونیم ببریم تو کنار مزرعه خودمون بکاریم. این فوق العاده است. اینا لالا باید دهنمون سرویس میشد میگشتیم دونه چیزی پیدا میکردیم تو جنگل و اینا. ولی خوبیش اینه که آلردی کدو تنبل و اینا فوق العاده ان. یعنی هم کدو تنبل خیلی خوبه میتونی به پزیش بخوری، هم کیل خیلی خوبه که آلردی هم ما یه سریاشو رسیده داریم. سیب زمینی و همه رو بار این پلاستیک‌های زباله می‌کنیم پر می‌کنیم. این گلدون هم برمی‌دارم خوشگله فعلا برای خونه. کار ما با گلخونه فعلا تمومه. بعداً حالا می‌ریم بقیه گلدونا هم برمی‌داریم. خیلی حال کردم با فضای گلخونه. می‌خوام یه مزرعه خوشگل بسازم. همه این گلا رو می‌خوام. میریم سراغ انبار. تو انبار هم چیزای خوبی باید پیدا بشه. بذار ببینم. خب یه عالمه کتاب پیدا شد. خب خوبه. زامبیاشو میکشیم. پلاستیکا رو میگیریم که توشون وسیله بار بزنیم دیگه. بلیچ دوباره پیدا کردیم. کلینینگ لیکوید پیدا کردیم. مایع ظرفشویی 2 تا هست خیلی خوبه. بعداً استفادهمون میشه برای شستن لباسا. کلاپ همر از این چکش آهنی‌ها و بالپین همر. این 2 تا جزء چیزای فوق العاده پرکاربردن. 3 تا اسکرو درایور دیگه هم پیدا کردیم که فوق العاده است. دیگه چیزایی که خیلی خوب بود پیدا کردیم. یکی این لارج هوکه که میتونید باش از این چیزای قصابی بسازید و فوق العاده خوبه. فوق العاده کاربردی. کمک میکنه اگه شکاری چیزی پیدا کردید، شکارهای بزرگ مثلا آهو یا اینجور چیزا رو بیایید به این آویزونش کنید و بیشتر چیز کنید. کتاب پیدا کردیم. الکتریک کارپنتری لول 3 فوق العاده است. بوچرینگ لول 2 فوق العاده است. هند سایت پیدا کردیم که باش علف بتراشیم. عالیه. بقیه هم داریم از همشون فکر کنم. یه دونه فعلا به کارم نمیاد چون دیگه باری هم نمیتونم اضافه تر از این ببرم. آلردی خیلی سنگین شده. 40 تا کیلو بار. میپریم پشت اسممون رو راه میافتیم. اینجا دیگه بو گند گرفت از حضور زامبیا. روز دوم چالشمون تموم شده. تقریبا چیزای مفید داخل یتیم خونه رو برداشتیم. کاری که باید بکنیم اینه که درختای دور و بر یه مقدار قطع کنیم و به این فکر کنیم آلردی که چه ابزارهای اولیه‌ای نیاز داریم. ابزار اولیه منظورم چیه؟ مثلا یه سری چیزا که من به چشمم خورد باید پیدا می‌کردم که نبود. بالشته که نبود. بخاری بود. میتونم بخاری رو بردارم بیارم. 2-3 تا بخاری حداقل نیاز دارم اینجا. یکی برای خود خونه است، یکی برای فضای انباری که می‌خوایم وسیله علف ملفا رو خوش کنیم. باید فضا داخل باشه. فضا بیرون ساختنش اشتباهه. و چکش می‌خوایم که داریم
ولی منظورم باید لول اپ کنیم، اینا رو همه رو باید ریسرچ کنیم که بتونیم بعدا خودمون بسازیم. چاقو، چکش، تبر چیزای ابتداییه که باید خودمون بتونیم برای خودمون بسازیم و تله. جدا از تله باید این پشت مزرعه‌مون هم راه بندازیم، بعدا دورش فنس میکشیم. انبارمون کوچولوئه، یه انبار بزرگ باید بسازیم کنار خونه، دقیقاً یه جا باید بسازیم برای لامبرس، چوبامون چوب جمع میکنیم و هیزومامون رو اونجا بذاریم. گلخونه باید برای خودمون بسازیم، یه مزرعه طویل طور باید بسازیم. سعی میکنم کندو بسازم حتما تو این پلیت رو. چطوری جاستین یه خورده گشنشه. ظرف غذا برای جاستین باید درست کنیم که تو قسمت بعدی درست میکنیم حتما. و منبع آب باید بسازیم، رین کالکتر باید بسازیم که آبمون تامین بشه و بتونیم قلاب ماهیگیری هم درست کنیم. خیلی فوق العاده است که میتونیم ماهی بگیریم، چون با فورجینگ این دور میشه وسایل ماهی رو پیدا کرد، چیز میزای ماهی. هنوز کلی فاصله که هنوز نقطه شروع روز دوم پلیت رو بود، ولی ما حداقل یه سقف بالا سرمونه که قرار بود از اول باشه و 2 تا همراه داریم که فعلا شکمشون سیره و شکم خودمون هم سیره و ما این که سگ کنارمونه یه احساس خوبی بهمون دست میده. وسایلمون رو باید مرتب کنیم، کدو و اینا رو میپزیم تو قسمت بعدی که بخوریم و کتابا، مجله هایی که داریم، یه سری مجله خیلی مفید است که باید بخونیمشون. باکس کندل داریم که فعلا میشه به عنوان یه معبد نور ازش استفاده کرد، چون کندل رو میشه تو بلند مدت بعدن دوباره برای خودمون ساخت. یعنی باید زنبورامون رو زنبور نگه داریم، زنبورا موم تولید کنن، موم ازشون بگیریم و یه نخلاش رد کنیم بشه کندل که نخ هم خودمون میتونیم بسازیم اینجا با توجه به چیز که به جای چراغ قوه ازش میشه استفاده کرد و خیلی کاربردیه در واقع. اینم انبارمونه. تو انبار اره داشتیم که فوق العاده کاربردیه برای بریدن چیز. ظرف آبامون رو پر میکنیم و غذایی که داشتیم رو میخوریم و یه مقدار این ظرف آب پر میکنیم فعلا میذاریم. فکر نکنم از تو این بخوره، باید ظرف غذا برای سگ درست کنیم، تو منوی کرافتینگ هست. ممنونم بچه‌ها از اینکه همراهمون بودین. این سری اول ساختن یه مزرعه رویایی، یه چیز فوق‌العاده قرار بسازیم از تو این پلیت رو و یه پلیت رو خیلی جذاب و خیلی چیل و خیلی خفن خواهد بود. دمتون گرم از اینکه همراهمون بودید. مرسی بابت اینکه انرژی میدید. تا ویدیو بعدی، خدافظ.